پس چه از سر رایم؟ بفرمایید خانم اولیا. وقتی که نامه را بپالا این عکس‌ها را حتما خواد دید. دوای دینیز عروسی کده یالماز پرواز کو یالماز بچیم، به خدا از تو باید ترسید. واقعا از تو باید ترسید، خطرناک هستی. چیزی می نوشین خانم؟ نه خیر، لازم نیست. بیا تو زود پس میره. پس اگر با من اجازه میدین که برم یگان چیز بخرم خانم سنم. ها درست است، تو برو. درست است. بگی ای چی قصد؟ چی شده؟ خوش نشدی؟ دینیز هنوز نمیفهمه که ایلی فامل است و ای که تو کوشش کردی طفل او را از بین ببری. گوش کن احمق، دهنت بسته پس منو کن. چوب بساز. کاری که تو میکنی ایره تهدید میگن. کاری که تو میکنی ایره به وجدانی میگن. هنوز طفلی که به دنیا نامده کوشش کردی که او را از بین ببری و من درس اخلاق نتی. گناهی است که سرتون اعتبار میکنم. بیگی من فکر کنم که زندانی شدن تو بیشتر از پول من خوشحال خواد ساخت. چی گفتی تو استاچو؟ گفتم به همه چیزا میگم. دروغ هایده کوشش کردی که ایلیف از بین ببری و کل چیزا رو میگم. گوش کن، تو هیچ کاره کردن نمیتونی دختر احمق، هیچ کاره. پدر خواهش میکنم اگه جای شدیدین لطفاً برای ما بگین وقت ما را ضایع نکنید. دخترم، هولیا او را در کدام جای مانده؟ اگه میفهمیدم برات نمیگفتم. توبه او را حتما باید پیدا کنیم. زندگی خانم رنا به او گزارش بستگی داره. ایلیف در اینجا چیزی هست. اینا خالی هستن. کلش خالی هست. گوش کنین، من چی میگم؟ در دست هولیا کدام چیزی بود؟ در الماری یک موندهش. ببینین یک بار، ببینین اونجا رو ببینین. حالا ببینین. ایلیف، ما اونجا رو میپالم، تو برو اتاق هولیا رو بپال. درست است. وای لعنتت کنه، خدا لعنتت کنه. اما دینیز کل چیزا میگم. از تو نفرت خود کرد. تو را خود کشتم، تو را از بین میبرم. هیچ کس نمیتونه که دینیز از من بگیره، فهمیدی؟ هیچ کسه. کجا هست؟ خدایا کمک کن که پیداش کنم. یک دفعه از دهنش قفا اومد. خونریزی مغزی داره. این را به عملیات خانه میبریم؟ آقا قدرت اینجاست؟ نمیفهمم. زود ببینن، اگه باشه به اتاق عاجل بیارنش. اگر نبود بر زنگ بزنین که عاجل بیاره. استاچو کمک! کجا بخیر ها؟ کجا بخیر؟ استاچو تو را میگم استاچو.
تو کی نگفتی ها؟ کمک! دختر احمق. جنرال صاحب، خواهرتان خونریزی مغزی داره. چی؟ دکتر صاحب میخوای شما رو ببینم. درست است، بیا که بریم. دکتر صاحب آقا قدرت آمد. جنرال صاحب، خواهرتان باید عاجل عملیات شود. میشه که اوراق امضا کنین؟ دکتر، ما براتان گفته بودم که خطر به گردن نمیگیرم. ببینین، ما با عنوان یک دکتری را میگم که ما مسلک تو را نمیپرسم. گفتم که این عملیات نمیشه، خلاص. درست است. اونجا را باز نکو وای. پیداش کردم. نامه را پیدا کردم. ایخو خالی است. دنیز، این خالی است. مادر شما کجا میره؟ مادر خواهش میکنم دوباره برگرد پیشه. مادر جان، مادر لطفاً، مادر جان خواهش میکنم پیشون برگرد. چی شدید؟ بخی استاد شو. بس کن تمثیل نکنی که استاد شو. خدا میفهمه که او را کجا پنهان کرده. من هولیا را بسیار خوب میشناسم. فقط به خاطر من این کار کرده که ناراحت شو. شاید او را پاره کرده و او سو انداخته باشه. به شفاخانه میره. نتیجه اصلیش پیش اونا هست. یک کاپی پیش اونا میگیره. شفاخانه چی لعوده؟ این نامه خو از مکتب گفتی آمده. الیف زود باش، وقت ما کم است.
توی گنج در دستم آمده که شما را به این راحتی اعلان نمیکنم ها. طرف ما بیبی تو را میگیم بخیز استاچو مرده خانم محترم، از برخورده که با شما شده میخواین شکایت کنید؟ شکایت میکنم. سر ما حمله کردن. اینجا چی گپ است؟ چادر یک دختر به زور از سرش کشیده. خواهر جانی نام رای شما چی کردن؟ مورد کشور خودمون نمیخواین. اینجا چی گپ است؟ حالا در سر رقم راحت گشتن نمیتونیم؟ اینجا یک کشور دموکرات است. کی جرأت کرده کی کار انجام بده؟ 2 نفر بودن. بعد از واقع دوستای ما که از اینجا تیر می شدن. تصادفاً اینجا را دیدن آقا. پیش از اینکه دوستای ما اینجا برسن اونا فرار کردن آقا. اینا کی هستن؟ از ما چی میخواین؟ چند نفر مفاد طلب که میخواین کشور زیبای ما را تقسیم کنن. خب چی شد دکتر؟ ایره برم بگو که خواهرم من نجات دادم میتونی؟ من تباه شدم. چی خواد کردم؟ از بین رفتم. اینا در خانه نیستن؟ خانم شینایی خانه کسی نیست. از صبح که دروازه را میزنم. اما خانم سنم خود خانه بود. بفرمایید. نیکو خانم سنم بیرون برآمدن. شما بفرمایین. ایژه جان جانم، تو را چی شده؟ دستایت کاملا یخ زده. فقط که از یخچال بیرون شده باشی. درست از جانم، تشویش نکن، تو خوب میشی. بله، ما به خاطر فهمیدن وضعیت خانم رانا کارای زنگ زدیم. چی؟
چی شده؟ خب حال وضعیتش چطور است؟ دنیز گفتم چی شده؟ درست است. درست است، زنده باشین. دنیز خواهش میکنم یک چیزه بگو. الیف، مغزش خونریزی پیدا کرده. اگه تا 2 ساعت دیگه عملیات نشه باز. مرا پیش مادرم ببر. میخوایم که مادرم ببینم. الیف توی قسمی نمیتونی داخلش تو برای وعده داده بودی. گفته بودی که مادرت دیدم. اگه از دستم هر کار بیایی انجام میتم. ما پایین میشم. لطفاً موتره استاپ چی میکنی؟ میرم به شفاخانه. اگه لازم شد پیش پلیس هم میرم. اونا هم کار کردن نمیتونن. اردو از خود قوانین داره. دنیز، تو به خاطر عروسی با من تمام قوانین زیر پا کرده بودی. مام حالا عین کارا میکنم. درست است. درست است، من اگرا پیدا میکنم. تشویش نکن. خب حالا نتیجه دی این را چه من بردام زنگ میزنم و حلش خواهد کرد. درست است. کاش که قبل از آمدنتان خبر میدادین. ما مادرم پیش دکتر میبردم. شما به خاطر ما تصمیمتان رو تغییر ندین. بیاز ما آمدیم که امرای آقا قدرت گپ بزنم. منتظر می باشم. پدرم خودش شفاخانه است. پیش همه ایم از جانم. وضعیت خانم رنا چطور است؟ اگه زیاد به تشویشش هستین میتونین که به شفاخانه برین. در اونجا امرای پدرم گپ بزنین. نه خیر، خوب خواهد شد. اما حالا که آمدیم بهتر است که منتظر آقا قدرت باشم. کدام جایت زخمی شده؟ چی؟ آستینت خون پر شده. نه خیر جانم، چند دقیقه پیش انار خوردم. شاید از خاطر لکه شده باشه. خوب است ما برم لباسای ما تبدیل کنم. شما بعد از کودتای 28 فوریه یک انجمن به خاطر کمک، اما تمام مردم از این انجمن خبر ندارند. قسمی که چند دقیقه پیش بالا یک دختر حمله کردند. شما با دخترای مثل او چه قسم کمک خواهد کردین؟ دخترای ما با اراده و اعتقاد شخصی خود زندگی میکنن و دخترای با شخصیت و با عزت هستند. چند از قبلی خواهر ما زیر فشار قرار گرفت. ببینیم که فردا نوبتی کی خود بود. گپ قابل تأسفی است که کشور عزیز ما هنوزم تحت تاثیر کودتای 28 فوریه است که از این فرصت استفاده کرده یک چیز جدید و میان آوردن و با این نقشه خود کوشش میکنن که خواهرای چادرپوش و بیگناه ما را تروریست خطاب بکنن و ما اثراتی پدیده در نقاط کشور و بسیار وساحت دیده میتونیم، اما به خاطر پاکسازی پدیده هر کاری که از دست ما بیای انجام میدیم. متوجه اگر باشن که کشور ما بی صاحب نیست و ما هم کشور خود به افراد استفاده جور ها نمیکنیم. درست است محترم، اما در مورد پدیده که شما گپ زدین کی و چه قسم پاکسازی خود کرد؟ یک قهرمان پیدا میشه که کشور ما را از این بحران نجات بده. ایره همه ما میفهمیم. این موضوع بسیار زود اتفاقات افتاد. ما در این مورد به طور کامل اعتماد دارم. هیچ کسی در این مورد شک نداشته باشه. ژاله، میشه چند دقیقه گپ بزنیم؟ البته. خب چی شده؟ من میخوایم که به این رابطه ما یک نام بتم. دلیلش؟ چرا که من نمیخوایم امرای دختر تو خدا بزنم قدرت. چرا که دیگه نمیخوایم در زندگیم یک مشکل داشته باشم. درست است ژاله، این مشکل هر چیز زودتر من حل میسازم. چی قسم قدرت؟ او دختر تو است. در تمام زندگی همراهت خود بود و حتی در بین ما 2 نفر. هیچ کس بین ما و تو آماده نمیتونه. ژاله تشویش نکن. فعلا تو باید همراه ما باشی. من به تو ضرورت دارم. وضعیتش چطور است؟ فکر نمی کنم که زنده بانه، اما اگر زندان بانه فقط مثل یک درخت خود بود. خوب، اگه میخواین شما خانه برین پدرم که آمد براتون خبر میدم. میبخشین من به شما مزاحمت میکنم؟ نه خیر جانم. تلفن است.
معلوم میشه از پشت کوچ صداش میه. تلفن تا جوابت لوده. رفیق چرا تلفن خدا جواب نمیده؟ یک بار پولا را گرفته کدام جایی نری دختر. اگه طرف من رفته باشه خود من ای کارم میکنه. جواب بده. بسیار معذرت میخوایم، شما خونه سوختین؟ نه خیر، کامل باسایم کثیف شد. حتی تشناب رفته پاکش کنن که لکهش نمانه. هنوز هم زنگ میزنه. احمق، همه جای ما کثیف ساخت. ده اینجام خونه است. بیام بایدم یه وقت زنگ میزد. بالاخره موبایل ما پیدا کردم. از صبح تا حالا میپالیدمش. از این دروازه داخل بیا. بله، نباید کسی ببینه. تو همینجا منتظر باش. درست است. خدایا تو به ما و انسانای مثل من کمک کن. خدایا به من اجازه بده نظر به اعتقادات خود زندگی کنم. خدایا تو به ما قدرت بده که این چیزها را تحمل کنه. سلام، روز خوش. میخوایم نتایج لیفایدی نبگیرم. آزمایش دی ان ای است. نتیجهش به خانه روان شدم و یک کپی دیگه میگیرم. درست است، براتان میتون، اما تا دوشنبه آماده میشه. دوشنبه؟ بله، ساعت 4 اوقات کاری تمام میشه. داخل بیا. دهی دراز بکش. چی؟ حالا دراز بکش. ایره ساعت بنداز. درست است. کمکم کن.
نه خیر، این قسم نمیشه. اگه میخواین با پدرم زنگ بزنم، اگه نمیه که شما به حق منتظرش نباشین، اما تو نیست. زن احمق آمده قرار ششته. به یک بهانی باید از این خانه بیرونش کنم، اما چه قسم؟ ازتان خواهش کنم کار مرا زودتر انجام میتین، هنوز 10 دقیقه تیر شده. آمر صاحب ما میفهمم که اینا چه قسم هستن. بعد از ساعت 4 یک دقیقه کار نمیکنن. یعنی اگه بگوینم کسی قبول نمیکنه. بهتره می است که شما برین و دوشنبه بیاین. تو چی میگی بیادر؟ ما به او گزارش ضرورت دارم. باید وقتتر می اومده. میرا باید از تو بپرسم. تو برای مرا شخندی میکنی؟ نه خیر آمر صاحب من تنها هر کاری که برات گفتم انجام بده. زود باش زنگ بزن. میخوایم امرای رئیستان ببینم. او را به اینجا بخوای. ما امرای پدرم گپ زدم، دو شفخانه منتظرتانه. همه قسم ها درست است. ایجا جان من میرم دیگه، خداحافظ. روز خوش. بسیار مسرت میخوایم. من خو گفته بودم که کسی نیست. پس یک کسی را بخوای که امروز گپ بزنم. امروز به خاطر که روز آخر هفته است همه وقت چیزی که من میگم انجام بده. فهمیدی؟ میگم زنگ بزن. امکان نداره. چی شده؟ جنرال قدرت اینجا شیشته. آی بله جنرال صاحب، یک موضوع است که باید بفهمن. آقا هردم آمده که نتایج دی لی فایده نبگیره. چی؟ با خاطر گرفتن گزارش منتظر مدیر است. تو منتظر نباش، اسناد بگیر از بین ببریش. کدام مشکلی است؟ نخیر نخیر حلش میکنن، تشویش نکن. بدترین روز زندگی دوستم در اینجا شیشته ما گریه میکنم. من باید مثل الیف باشم، مثل الیف باید کاملا استوار باشم. در این باره باید به او هیچ چیز نگویم. حالا با مشکلات خود او را جگرخون خود ساختم.
خانم سنم من خوب هستم، مرا چیزی نشده. درست است. تو در منزل چی کار داری؟ اتاق سردخانه در پایین است. ما نه به کار شروع کردیم، از او خاطر نفهمیدم. امره ما بیا. امشب حتما باید از این خدا نجات بدم، اما چه قسم؟ کجا؟ البته که در خانهش. البته که در خانهش. اگه پیداشم کنن حتما فکر خود کردن یا پدرش یا هم خواهرش رو کشتن. بسیار ببخشی، ما کمی مریض شدیم. زیاد کوشش کردم اما خدا اداره به نتونست. خدا کم بود که گیر بیاییم. خوب شد که به خیر گذشت. زیاد خوش هستم که پیش مادرم میرم. معذرت میخوایم، شما را بسیار به جله خواستم، اما واقعا موضوع برایم بسیار مهم بود. واضح است حالا که یک موضوع مهم است، البته که ما کمکتان خواهد کردیم. بفرمایید. زود باش، من همینجا هستم. وقتی داخل رفتی پرده را کش کن. درست است؟ مادر، مادر جانم، مادرم.
معذرت میخوایم خانمم زنگ زده. بله جانم. اگه جواب بتی هیچ گپ نیست، اگه جواب نتی سرت قهر میشه. اینجاست. او خدایا آتش سوزی. خدا لعنتت کنه. نه دستایتانه از من دور بسازین و نه چشمایتانه. مرا بدون محبت رها نکنه. خواهش میکنم مرا تنها نمانه. ما هنوز یکی دیگه خدا درست ندیدیم. یکی دیگه خدا دعا خوش نگرفته. ما همیشه میخوایم که همراهیم باشین مادر. صبح هر دوی ما یک جا از خواب بیدار شویم، صبحانه بخوریم، صحبت کنیم، در مورد همه چیزا گپ بزنیم و روزایی که با هم نبودیم جبران کنیم. آرزوهای ما هنوز پا بر جاست. این حسرت تمام نمیشه مادر. ما همیشه میخوایم همراه شما باشم. ما دیگه شما را در کنار خود میخوایم مادر. هم شما را هم پدر من. میخوایم که طفلم با محبت شما بزرگ شود. ما بسیار جگرخون هستم مادر. ما هنوزم یک طفل کوچک هستم. به شما ضرورت دارم. خواهش میکنم مرا درک نکنید. الیف حالا دیگه باید بریم. چند دقیقه درست از 5 دقیقه. واو آفرین، کارت عالی انجام دادی. تشکر جنرال صاحب. بگی قدرت او چی بود؟ کدام چیز مهم نبود. آقا قدرت؟ خانم شنایی؟ خانم رنا چطور است؟ دکترها فعلا کدام چیز خاص نگفتن. نتایج گرفتی؟ بیادر باور نخواد کنی اما آتش سوزی صورت گرفت. تمام دوسیا به خاک سر تبدیل شدن. چی؟ شما حتما نجات میافین مادر جان. من ثابت میسازم که دخترتان است. اما ما خب به ثبوت ضرورت نداریم. ما میفهمیم که مادر و دختر هستیم و همگی هم این را خواهد فهمیدن. فقط شما یک بار خوب شوید، یک بار به خود بیایید. باز من این موضوع را به تمام دنیا میگم. شما را زیاد دوست دارم مادر.
میفهمم که هیچ وقتش نیست، اما امروز پیش سنجر رفته بودم. او روحیه خود کاملا از دست داده. خوب است، اما ما چی کردم میتونم؟ آقا قدرت، شوهرم سالها با ای اردو و به شما خدمت کرده. مستحق این قسم یک جزا نیست. خانم شنایی، سنجر امر قتل دختره که الیف نام داره را داده بود. با گناه خودم اعتراف کرد. یعنی شما از ما میخواین که از یک گناهکار دفاع کنم؟ همچنان بچه‌تان پدر خود به عدالت تسلیم کرد. اگه به حادثاتی که در اواخر اتفاق افتاده ببینیم، آمدن خانم رنا در عروسی و بدن مرمی خوردنش تمام نگاه ها را به طرف شما متوجه ساخته قدرت. ما هیچ انگشت انتقاد طرف خود نمیبینم. شاید هم همه قسم فکر میکنین. با نظر ما ای گپ کم خطرناک شدم. بهتری است که تمام گپا را امینجا ختم کنیم خانم شنایی. چی شده؟ دینیز زود بیا. دینیز مادرم چیزی شده. بیا باید از اینجا بریم. حالا زود باش. نه خیر، حالا چیزی که میگم همون کار من جای نمیرم. برو زود با جنرال صاحب خبر بده. شوک الکترونیکی را آماده کنه. لطفاً مرا با. نه خیر الیف. باید که پیش مادرم برم. خواهش الیف میکنم. گپم گوش کن. اگه یه قسمی تو اونجا بری تو از اینجا خود کشیدن. دیگه مادرت نمیتونه ببینی. مادرم با من ضرورت داره. چرا نمیفهمی؟ او با من ضرورت داره. اردام کجاست؟ چرا تا حالا اوراق آورده نمیتونم. تو چی گفتی؟ در اونجا یک آتش سوزی صورت گرفته. هر چیزی که در اونجا بوده همیش سوخته. یعنی حالی را ثابت ساخته نمیتونیم که خانم رنا مادرت است. الیف خوشبختانه قلبش شروع به کار. او را زود عملیات کنید. من دخترش از تو به جزا میشه که میخوام. بیرون براین؟ پیش مادرم میرم. الیف اینجا بیا. من دخترش از تو به جزا میشه که بیرون میخوام. براین؟ الیف ای خو الیف است. شما مانع من شده نمیتونین. اجازه ایده بدین. اینجا چی کار دارم؟ چطور ماندن که داخل تو شوم؟ کوشش کردی مادرم از بین ببری. مقصر ایالت هم تو هستی. حالا باید اجازه بدی که هر چی زودتر عملیات شوه. ای به عقل است پیشونیم گم کنین. حقیقت خویی است که از زنده موندنش میترسی، چون میفهمی اگه به اوش بیای همه چیز خواهد گفت. چی را خواد گفت ها؟ چی را؟ همی که بیادرش از بین بردش ای گپا را کی قبول میکنه؟ اگه تو به عملیات اجازه ندی ازت شکایت میکنم. چی را سایل دارین ای را از پیشونیم گم خدا کنین؟ میفهمه و ما میفهمم که تو مقصر هستی. من دختر رنا کارای هستم، همه تو خواهرزاده تو. هیچ چیز این را تغییر داده نمیتونه. هیچ چیزه. کجا میری قماندان؟ او مادرم است. لطفاً مرا اعلام کنین. میخوایم پیش مادرم برم. چرا نمیفهمین؟ او مادرم است. چه خبرتان بگویم؟ مادرم است. لطفاً اجازه بدین. پیش مادرم میرم. مادر. خانم شنایی یک آقا آمدن میخواه شما رو ببین. کی است؟ یک آقای بسیار جذاب از قریه روانش کردن. بسیار لوکس و مقبول است. چی شده؟ چیزی نشده خانم، شما خوب هستین؟ خوب است. یک دقیقه ای طرف بیاین. من چی میگفتم؟ در حقیقت من منتظر جنرال صاحب سنجر بودم، اما اونا نیستن.
من دیگه میرم خانم زنم. شما کدام چیز دیگه میخواین؟ خب درست است، تو میتونی بری. درست است، شب بخیر. اگه پول میخوایی خدا جان زود قار نشو. درست است که ما پول میخوایم اما در مقابلش یک کار میکنه. ای دیگه چی است؟ خودت ببین. مردم چقدر سنگین میشه. ما برو مرتره بیارم. تو چی میخوایی؟ والا کلش خواندی به نظرم. حالا ایره بگو که چقدر ارزش داره. چقدر پول میخوایی بگو. ها چقدر؟ ما خب بگانه نیستیم، از خود هستیم. شما 100,000 بتین کفایت چی؟ میکنه. تو دیوانه شدی آدم. من قدر پول از کجا پیدا کنم؟ خانم خیمه ای سند از پیشتان میگیرم. بشنوین میشه که جنرال قدرت درست است. بیاین. قبول دارم. اول باید تمرای سنجر گپ بزنم. آفرین. خانم خوب همین قسم میباشه، بدون مشوره با شوهر خود هیچ کاری نمیکنه. من همینجا منتظر میباشم، شما همراهشون گپ بزنین. من همینجا هستم. در اطرافم زیاد نگرد. درست است، شما تشویش نکنین. یلماز بچین، خدا جزای تو رو بده. از تو باید ترسید. چی کارهایی که تو نمیکنی واقعا دست شیطان از پشت بسته کردی. ایلیف، قسم نکو جانم، باید درباره طفلت فکر کنی. با دست خودم نیست ساحل. وقتی درباره مادرم فکر میکنم احساس میکنم که از بین میرم. مطمئن باش جانم، او گزارشم پیدا میشه و مادرتا مجد میخوام. همه جای باید ببینیم. هیچ جای از نظر ما نباید بانه. کل جای باید ببینیم. فهمیدی؟ حالا بفرمایید جنرال صاحب. بله، ما جنرال سنجر آیدین هستم. سنجر؟ نتیجه آزمایشی که نشان میده رنا مادر ایلیف از پیش ماست. شنایی تو به می خاطر به ما زنگ زدی؟ ما فکر کردم قدرت کارای کدام چیزی گفته. بله گفت جانم، گفت هر چی که میشه شوه. من هیچ دقیقه اون نیستم. ما هم دقیقش نیستم. میفهمینی؟ با این سنده که پیش ماست من میتونم که تو را از اونجا بیرون کنم و جنرال قدرت اصلا نمیخواد که این سند برملا شوه. وای 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 وای، تو فوق‌العاده هستی. آفرین خانم. اما یک مشکل داریم یولماز. در مقابل او سنده که آورده پول میخواه. او پول میخواه؟ دیوانه شده؟ اگه چیزی که میخواه برش نتیم سنده پیش آقا قدرت خود برد. درست است اما اگه قبول نکنه فهمیدم. من برات باز زنگ میزنم. درست است.
سنم چی شده؟ چرا قسم نفسک میزنی؟ دوستایم یه خانه گرفتن. ما هم خواستم فرش و بعد چیزایی که نیاز دارن برشان ببرم. به هر صورت نباید وقت مزایی کنم. خداحافظ. سرباز، دختر من همینجا آمده بود. اولیا گورل. یک بار ببین که برآمده یا هنوز داخل است. اما تنها کسایی را که لازم است ثبت میکنیم اونا شاید برآمده توبه توبه. خوب است یک بار دیگه ببین. نیست بیادر نیست. بهتر همی است که هولیا را پیدا کنیم. درست است. هر قسم باشه اینجا میایه. ما میرم کمره پدرم گپ بزنم. تو هم اینجا باش. کمره پدرت؟ بله. تمام کارهایی که جنرال قدرت کرده او میفهمه. امکان داره کدام ثبوت پیشش باشه. خوب است، اما چطور به خاطر ایلیف تیا کار کنه؟ به ازو به خاطر ایلیف نمیکنه. به خاطر آزادی خود کرد. چقدر کدی زن. درست است. پولم تو اما اندازه که تو میخوایی نی. قسم نمیشه جانم. آقا قدرت هرگز پول را که تو میخوایی برات نخواد داد. پس کوشش کو پیشنهاد مرا قبول کنی. پول فردا آماده میشه. ببینین مرا غلط درک نکنین. قدرت دیگه کی است؟ من از او هیچ ترسی ندارم. فقط به خاطر الیف پیشنهادتان قبول میکنم. فهمیدین؟ الیف و پدرت چی خواد گفتی؟ حقیقتا دیگر راهی ندارم، باید حقیقتا برشان بگویم. شاید به خاطر که شوهر سابقش از اجازه عملیات داده بتانه. باید یک بار امتحان کنم. پدر دختر مقبول مرکی جگر خون ساخته. مادرم میمیره پدر. چی؟ فکر میکنم پشت پدرت دق شدی. خانم رنا مرمی خورده. میفهمم. شنایی برم گفت او باید عاجل عملیات شوه. به خاطر نزدیکترین اقاربش باید اجازه بدن. به خاطر این گپ پیش منه بلکه پیش قدرت کارای میرفتی. تو خو میفهمی که جنرال قدرت هرگز اجازه نمیده. او میخواد که از خانم رنا و ایلیف نجات پیدا کنه. تو از ما چی میخوای؟ تمامی موضوع را از اول تا حال تو میفهمی. یعنی تنها تو از همه چیز آگاه هستی. اگه ایره ثابت بسازی که اونا دختر و مادر هستن، باز من از شکایت منصرف میشم. از شکایت خود منصرف میشی؟ همه قسم است لطف میکنی آخادی نیست. پدر، یک خانم معصوم مرمی خورده. از خاطر جنرال قدرت یک خانم معصوم میموره. تو میتونی زندگی خانم رنا رو نجات بدی. هم رنا هم ایلیف هیچ به هم ارتباط نداره. بیازو همیشه تو فقط به فکر خود بودی، اما تو نیست. هیچ وقت به فکر خوشی ما نبودی. تنها کسی که برای من مهم بود بچه‌م بود. او مرده. الا از اینجا برو. از اینجا برو گفتم. برو. دیگه نمیخوایم تو را ببینم. برو دیگه. گفتم برو.
پدر جان لطفا در این حالت هیچ جای رفتن نمیتونیم. او کردی مرا به ته دخترم. پدر اگه شما را چیزی شوم من زنده بودن نمیتونم. دخترم مرام چیز نمیشه، مادرتم چیز نمیشه. او را تو نجات خود دادی جانم. پدر من این کار چه قسم انجام بدم؟ هیچ ثبوت پیش من نیست. مادرت چند روز پیش یک وصیت‌نامه آماده کرده بود، مادرت نجات خود داد. او وصیت ایره ثابت میسازه که تو دخترش هستی. پدر نجاتی وصیت‌نامه ای را که رهن آماده کرده بوده بیگی زود به شفاخانه عسکری استانبول بیا. درست است. خداحافظ. به دنیزشان هم زنگ بزنین و برشان خبر بده. ای را بیگی برش زنگ بزن. درست است. کاکا ابراهیم شما خوب هستین نمیتونی؟ خوب هستم دخترم، خوب هستم. بله دنیز میشه که زود به شفاخانه بیایی؟ مادرم یک وصیت آماده کرده، شاید ثابت بتونیم که من دخترش هستم. بله میشنوم دینیز. درست است بیادر، زود میایم. در اونجا کی است؟ دیگه پس تو دیگه کی هستی؟ کاکای الماز؟ مردم هستم، دوست دینیز. خیریت باشه بچیم، در وقت شب اینجا چی میکنی؟ باید همراه هولیا گپ میزدم. اوه هولیا رو دیگه از کجا پیدا کنم؟ از صبح تا حالا هیچ معلوم نمیشه. نیاز دیگه لازمم نیست. به خاطر خانه معذرت میخوایم، کمی گدوتش کردم. خانه چی؟ شب بخیر. تو چی گفتم میری؟ با خانه ما چی کردی؟ ما آمدم. خدا جزای تبته، با خانه ما چی کردی؟ اینجا را طویل خانه جور کردی احمق. لعنتی لعنتی، خدا جزای تبته. من دیگه میرم قدرت، تو میباشی؟ نه خیر ما میرم، اینجا منتظر بودن هیچ فایده نداره. با غذا خوردن بریم. بیا از وضعیتش هیچ تغییر نمیده. دخترت به من کدام اشتهایی نمونده قدرت. تشویش نکن، خانه که رفتیم جزایش برش خواد دادم. جناب صاحب خانم رنا را عملیات میکنه. کی براتون اجازه داد؟ دختر ما چند روز قبل از اینکه خانم رنا مرمی بخوره یک وصیت‌نامه آماده کرده بود. در وصیت‌نامه بسیار واضح گفته که ایلیف دخترش است. بفرمایید شما میره خونده میتونین. چرا پس میزنی؟ فلیز برو با ایلیف خبر بده دخترم. درست است.
چه قسم از تو نجات پیدا خود کردم ها؟ البته که فهمیدم اگه پیدایتم کنن یا پدر جانت یا خواهر دوست داشتنید به خاطر تو دستگیر خود شدن. اون فیلیز آمد. بسیار خوب شد. او را عملیات میکنند. آی انشالله از عملیات زنده و سلامت بیرون خواهد شدی. ما باز یک خانواده میشیم. تو همه چیز ماستی، نور چشم ماستی. تو را بسیار دوست دارم رعنا. مریض به عملیات خانه میبریم. ازش مراقبت کنین. به شما امانت است. جنرال صاحب، شما متوجه هستین که چی میگین؟ ما را میگن که مریض از بین ببرم؟ تو گفتی که بسیار یک عملیات جدی است دکتر. چانس زنده ماندنش و حتی ای که احتمال مردنش نسبت به زنده ماندنش بسیار زیاد است. این کار هرگز نمیکنم. خوب فکر کن دکتر، اگر قبول نکنی دچار چی مشکل میشی؟ آمدن. عملیات خلاص شد. نه خیر ایلیف، عملیات هنوز ادامه داره. اما چرا اینقدر دیر شد؟ عملیات بسیار خطرناک است ایلیف. تو ای رو بپوش ایلیف. نه خیر نمیخوایم. گفتم بگی. اما تو خونه کات خوردی. تو که گرم باشی مام گرم هستم جانم. بگی. زیاد گشنه شدین؟ یگان چیز بیارم؟ بله بسیار خوب میشه. درست است. حالا دینیز. حالا بریم. من همه رو پیدا کردم. در جیبم چی هست؟ جنرال صاحب، شما متوجه هستین که چی میگین؟ ما را میگن که مریض از بین ببرم؟ تو گفتی که بسیار یک عملیات جدی است دکتر. چانس زنده ماندنش و حتی ای که احتمال مردنش نسبت به زنده ماندنش بسیار زیاد است.
الیف الیف، من میخواستم همه چیز برات بگویم. اینا هیچ بر مهم نیستن. من واقعا میخواستم برات بگویم. میخواستی چی بگویی؟ درباره همه چیز گپ میزنیم، اما اول باید مادرت از عملیات سلامت بیرون شوه. بعد میتونم همه چیز برات میگم. الیف چی را برای میگی دینیس؟ الیف، حال از این چیز نپرس. سرمایت مد کن لطفاً. یک سال به من بده. یک ساعت چرا برات قدر با ارزش؟ خواهش میکنم حال هیچ چیز نپرس. عملیات چطور سپاری شد دکتر؟ خدایا خودت به مادرم کمک کن. بازم ما را از همدیگه دور نساز لطفاً خدایا. لازم نیست تشویش کنی. انشالله که از عملیات صحیح و سالم بیرون خواهد شد. جگرخونی نکن. لازم تو خود دختر خانم رناستی. مطمئن باش او هم مثل تو قوی است. این عملیات هم بخیر میگذره. هر کار که از دست ما میامد انجام دادیم، اما متاسفانه مریض نجات دادن نتونستیم. زندگی سرتان باشه. هر کار که از دست ما میامد انجام دادیم، اما متاسفانه مریض نجات دادن نتونستیم. زندگی سرتان باشه. به حال به الیف چی بگویم؟ به دختر خود چطور بگویم که مادرت فوت کرد؟ خدایا تو به من قوت بده. خدایا تو برم صبر بده یار. کاکا ابراهیم آمد. پدر، عملیات چطور گذشت؟ مادرم خوب است اما تو نیست. او خوب است. لطفاً بگوین که او خوب است. الیف نه خیر. بگوین که او خوب است. او بسیار خوب است. لطفاً بگوین. دخترم یک قسم نگوین. خواهش میکنم یک قسم یک چیز نگوین پدر. خداوند مادرت از ما کده بیشتر دوست داره دخترم. نه خیر. نه خیر. من و مادرم پیدا کرده بودم. فقط چند روز با هم بودیم. دخترم این خواست خداوند بود، نباید چیزی بگویم.
بدون شک او بهتر میفهمه که چی به خیر ماست. مادر من نو پیدا کرده بودم پدر. نه خیر، نه خیر، نه خیر. من مادر من میخوایم. لطفاً بگوین که او خوب است. نه خیر، نه خیر. من مادر من میخوایم. مادر، من مادر من میخوایم. مادر. تو مرا از مادرم جدا ساختی. فکر میکنی که مام از تو میترسم، اما من بدون از خداوند دیگه از هیچ کس نمیترسم. به تمام دنیا این را ثابت میسازم که تو قاتل هستی و مادرم از بین بردی. چهره اصلی تا مقابل همگی میارم. در روز آخرت هر دو دستم در گریبانت خواد بود جنرال قدرت. ایره گم کنین، زود شوین. تو فکر میکنی توان انجام دادن هر کار داری؟ فقط خداوند توانایی هر کار داره. تو را به او تسلیم میکنم، تو را به خداوند بزرگ تسلیم میکنم. تو را میگم حال مادرت از این دنیا رفت، پدرت هم ادام میشه. اگه قسم در مقابل من استاد شوی، نوبت تام بسیار زود خواهد رسید. اگه این چادرت اثرت پس نکنی در جنازه مادرت شرکت کردن نمیتونی. صبر کن، این هنوز شروع کار است. هیچ کس قدرت ایره نداره که چادر من از سرم دور کنه و هیچ کس هم این جرأت نخواد داشت. ما قدرت ای کار دارم. اگه چادرت اثرت پس نکنی باز حق نداری که در جنازه مادرت شرکت کنی. فهمیدی؟ بهتر بیا. این کارا کده نمیتونی. این کارا کده نمیتونی. تو هرگز مانع من شده نمیتونی که در جنازه مادرم اشتراک کنم. ای به کدام حقی گپ میگه؟ من اشتراک میکنم. ایره به طور مسئول تا لابراتوار برسانین. تشویش نکنین، خودم به لابراتوار تسلیمش میکنم دکتر سر. ما میخوایم مادرم ببینم. ایلیف نکوی کاره. تا وقتی که مادرم نبینم هیچ جایی نمیرم. شما را در یالت داخل جزا نمیتیم. گفتم پیش مادرم میرم. مادرم لطفاً مانع من نشید. زندگی سرتان باشه، اما متاسف هستم. معلوم میشه شما هیچ وجدان ندارین. یک شخصی که مادرش فوت کرده فقط به خاطر چادرش او را داخل اجازه نمیدید. ما را ببخش خواهر جان، اما این کار کده نمیتونم. اگه من برتی جزام بودم یک نفر دیگه شما را بیرون میکنم. تو هم مرا داخل اجازه نمیدی؟ تو هم همین قسم چپ میباشی؟ مادر من مرده. میخوایم او را ببینم. مادر من میخوایم ببینم. الیف، شما چرا مرا اجازه نمیده؟ الیف لطفا آرام باش. اینا مرا نمیمانن که داخل برم. فقط به خاطر این چادره که در سرم است مرا از دیدن مادرم محروم میسازن. آرام باش الیف، تشویش نکن. تو مادرت خود دیدی. من امرایت وعده میکنم یک راهی پیدا میکنم. لطفا آرام باش. این قسم طرفم نبینین. این قسم طرفم زل نکنین. خواهش میکنم مثل یک قاتل طرفم نبینین. باور کنین نمیخواستم اون را بکشم. اگه دنیز میگفت که متعیل است با ما عروسی کده بس هیچ کدام می کارا نمیشد.
اما هیچ چیز نگو. به خاطر که ایلیف از دست نده هیچ چیز نگو. من اونا را جدا می سازم. قسم میخورم که تا بعد ایلیف از دست خواهد داد. مریض به اتاق مخصوص برده؟ بله دکتر صاحب، در اتاق یک نفری است. با پرستارشان بگوین که درباره او مریض به کس معلومات نده. در واقعات عاجلا فقط به من خبر بده. درست است دکتر صاحب. دکتر صاحب وقت دارن گپ بزنیم؟ ببینیم قماندان صاحب، فعلا هیچ وقت ندارم. دختر خانم رعنا میخواد ببینیش. این امکان نداره. مادرتان زنده است دکتر صاحب؟ ایگه با مادر ما چی ربط داره؟ اگه امشب مادرتان فوت کنه و برای بار آخر شما را نمانن که چهرهش ببینین، باز چی خواد کرد؟ ببینین من شما را درک میکنم. نه من شما میتونین او دختر که در بیرون است درک کنین، به خاطر که مادرای ما هنوز زنده هستن. هر وقتی که خواسته باشیم برشان زنگ زدن میتونیم، صدایشان رو شنیده میتونیم. هر وقتی هم که خواسته باشیم میتونیم پیششان بریم، اونا رو در آغوش خود بگیریم و اونا رو بگوییم که چقدر دوستشان داریم. اما حال دختر هیچ چانسی نداره. آخرین خواستشم دیدن مادرش است. ما واقعا بسیار متاسف هستم. صبر مرا بیشتر از این امتحان نکنین. ما هم بسیار یک شب سخت را پشت سر گذاشتیم. این کار برای من سخت‌تر نسازین، اگر نه هر دوی ما خفه خواهد شده. الیف، اگه میخوای پس رفته میتونیم. نه خیر. مادر، مادر ما آمدیم چشمایتان را باز کنه. دخترتان آمده مادر جان. مادر جان چشمایتان را باز کنه. مادر جان لطفا خواهش میکنم چشمایتان را باز کنین و بگوین که تمامش دروغه. خواهش میکنم یک بار ببینین. مادر الیف لطفا. مادر جان، مادر من شما را پیدا کرده بودم. من زیاد دوستتان دارم مادر. لطفا خواهش میکنم کنید چند دقیقه مادر را ببینم. لطفا اجازه بدید. ازتان خواهش میکنم. لطفا حقتان را ببخشید مادر قندم. Bırakma beni Hayat bir oyun gibi Belki umutlarımız vardı halbuki
سنم چی شده؟ کابوس دیدم، خواب بد دیدم. شاید به خاطر مرگ امید است که این رقم کابوس میبینی. چی؟ سنم، زندگی سرتان باشه، رنا رو از دست دادیم. دینیس کجاست؟ وقتی که ما می آمدیم در شفاخانه بود، همراه او دختر ایلیف یک جای بود. فکر میکنم نخواست که او را تنها بانه. مادر خواهش میکنم مرا تنها نمانی. مادر مادر جان، لطفاً از پیشم دور نری. مادر جان، مادر جان، مادر ما چه قسم اینجا آمدیم؟ ما پیش مادرم میرم، او منتظرم هست. بله بگو سنم بگو. حالا ممرای و احمق است یا متونی؟ کوشش که درست گپ بزنی، لوده گپ نزن. یا امیال زود اینجا بیا یا میرم کل چیزا با پدرم میگم. تو حق نداری که امرای من ای قسم کنی. همه چیزا میفهمیدی بازم امرای من روسی کردی. من هیچ جایی نمیرم. ایلیفم به من ضرورت داره. من به تو ضرورت دارم به خاطر که من خانم تو هستم. مادرم، من پیش مادرم میرم. ایلیف صبر کن، کجا میری؟ ما فقط بر روی کاغذ روسی کردیم، چرا نمیفهمی احمق؟ درست است. پس این قسم است، یعنی که تو اینجا نمیایی، من خودم پیشت میایم. این کارا نمیکنی. صدای من میشنوی؟ این کارا نمیکنی. بله. همراهی کی گپ میزدی؟ اگه تو این کارا نکنی پس من این کارا میکنم. میبینم که امشب کی مانیم میشه. همراه مادرم گپ میزدم. ایلیف تو کجا برآمدی؟ کجا میری؟ پیش مادرم میرم. من اینجا بودنم. نه خیر ایلیف قسم نکن. در این وقت شب اجازه بده ایلیف. دنیز لطفا اجازه بده. ایلیف من برات اجازه نمیتونم در این وقت شب بری. ایلیف مادرت حالا فقط به دعای تو ضرورت داره. ببی به او فقط دعا کو و نماز بخوان و بس جانم. حق به جانب استی سهیلا. من تحمل کردن نتونستم. زیاد پشتش دق شدیم، نمیتونم اینجا باشم. میخوایم امرایش باشم اما تو راست میگی. این کار ما با او فایده ای نداره. پس تا فردا میخوایم قرآن شریف بخوانم و دعا کنم. بله وقتی که لیف کل چیزه بفهمم باز وقتم رای من ای قسم گپ زده خاتون استی آقا دنیز. درست است. ما میرم اوزو میگیرم و پس میایم. درست است. ما از وقت شروع کردیم تا حال 4 سپاره هم خلاص کردیم. ما هم تا فردا صبح قرآن کریم ختم میکنیم انشالله.
با آقا قدرت چی رابطه داری؟ ما با قسم یک آدم هیچ رابطه ای داشتن نمیتونم. چرا نمیخواین در مقابلم بیایین؟ چرا میخواین از من فرار کنین؟ لطفاً روی دانا طرف من در بده. خواهش میکنم فقط یک بار میخوایم ببینم تا. لطفاً مادر. مادر دروازه را باز کنین. لطفاً مادر جان. مادر لطفاً دروازه را باز کنین. من دقیقه هیچ کسی نیستم. ما بدون شما دیگه هیچ کسی را ندارم. اگه شما اولاد می داشتین و واقعیت را حالا می فهمیدین باز نمیخواستین که او را پیدا کنین. میخواستم. در این دنیا بیشتر از هر چیز همین را میخواستم. نخیر! مادر! خدایا خودت برام توانایی بده. با مادرم جنت فردوس نصیب کن. گناههای او را ببخش یا رب. اینجا چی میکنی؟ تو بگو که اینجا چی میکنی؟ یک خانه در اینجا داری و یک خانه در اونجا داری. فکر کردی که خاموش میباشم؟ دانتا بسته کن. اگه ایلیف یک کلمان بشنوه به خدا دانتا مشکنانو. دستم ایلا کن. امشب کل چیز برم الان خواهد فهمیدی؟ گوش کو دختر جان، ایلیف نباید این چیز بفهمه. اگه نی بار دیگه چهره من نخواد دیدی، هر قسم که شوه دیگه هیچ وقتی مرا نخواد دیدی، گپ من میفهمی چی میگم؟ پس تو هم امشبات امرای من خانه بری، درست است؟ اگه نی کل چیز برش میگم. چی شده؟ تو اینجا چی میکنی؟ او راستش امرای دینیز در مورد یک چیز مهم باید گپ میزدم، به اون خاطر اینجا آمدم. این موضوع مهم چی هست؟ درست است میایم. آمدیم که دینیزم رایم ببرم. آمدی که دینیزه ببری ها؟ گفتم درست است میایم، برو دیگه گم شو. تو در وقت شب اینجا چی میکنی؟ خاله شنایی، درباره دینیز بدش پیش شده بود.
شما میفهمین آقا سنجرم خانه نیست. او همراه دینیز که حرف زده بود اما گفته بود که آمده نمیتونم. بیچاره از من خواهش کرد که دینیز باید قانی بسازم. از این خاطر به اینجا آمدم. تو برو، من خوب هستم. اما دینیز گفتم من خوب هستم واقعا. او مادرت است و برات ضرورت داره. حالا که زنده است پیشش برو و او را در آغوش بگی. دستای شب بوست چون ما ای کار نتانستیم زیاد پشیمان است. الیف هر قسمه که باشن، هر کاری که انجام داده باشن، بازم اونا خانواده تو هستن. حالا که زنده هستن قدر اونا را بفهم. درست است، اما تو متوجه خود باش، سرت فشار نیار لطفا. درست. فردا در قبرستان باز میبینیم. درست است. شب بخیر. جزایی کارت برات خواد دادم. حتما امرایت گپ خواد زدم، فهمیدی؟ خودت مرا مجبور ساختی که یک قسم پشتت بیایم. دینیزخو گفتم که برو، اما خود راحت احساس نمی کنم. او سنم ناحق تا اینجا نامده بود. مادرش به تشویش شده بود دیگه. فردا شب پس میایه انشالله. انشالله. ما آب نوشیده پس میام. اینا رو در اتاقم بان. درست است. گزارش تقلبی شفاخانه. نباید معلوم شود که کار کی کردم. او دختر باید به طور مخفیانه از بین ببره. کدام ثبوت از خود به جا نمانین. درست است؟ یه خدا برای الیف گپ میزد. حتما به او ضرر میرساند. ما باید یک کار کنم. پدر جان؟ سلام. چی گپ شده دخترم؟ خیرت است. دینیز مرم رای خود بچه کار برده بود.
خب شما در وقت چی میکنین بنر جان؟ هیچ خوابم نمی برد اما تو قدم میزنم دیگه. خب دینیز کجاست؟ تو آشپزخانه صاحب می نوشه. حالا که شما رو خواب نمیبره براتون شیر گرم میکنم. حالا بیا که بریم. قماندان شب بخیر. شب بخیر. شیر حالا شما با اتاق خود برین. حالا دینیز ما تا چی وقتی بازی را ادامه خواهد دادیم؟ دیگه چقدر وقت میخوای که گپ پنهان کنی؟ چی وقت برای لیف میگی که ما عروسی کردیم؟ وقتش که رسید میگم، تشویش نکن. چی میکنی؟ دینیز؟ تو منتظر چی بودی؟ میرم در بیرون میخوابم. دینیز تو چرا قسم میکنی؟ چرا مرا ناراحت میسازی؟ به نظرم تو نمیفهمی. ما هیچ وقت خانم و شوهر بودن نمیتونیم، به خاطر که من الیفا بسیار دوست دارم. تمام عمرم قسم ادامه خواهد داشت. اگه این گپا بفهمی بسیار خوب میشه. بله دینیز. بله اردام. تو خب میفهمی من از اینجا بیرون شدن نمیتونم. به تشویش لیف هستم. تو میتونی متوجه لیف باشی؟ من نمیفهم که کجا چی میکنه. درست است بیادر. من یک نفر وظیفه میتونم، اما تو هم اگه فهمیدی که امرایی که گپ میزد با من خبر بده. درست است، من متوجهش میباشم، اما متوجه باش که او خبر نشه. درست است؟ اون و مادر خود از دست داده. نمیخوایم زیادتر به تشویش باشه. درست است بیادر. تو هم در تشویش نباش. من هم ایمانم خبر شوم. با امیدی دیدار. میبینیم باز. سنم دینیز کجاست دخترم؟ آماده میشد شاید کال بیایه. دخترم در سر میز تلفنم از او را بیار. دخترم کجا گم شدین؟ بفرمایین آقا. از بالا تلفنم بیار. درست است امیالی.
نمیفهم ای دینیز کجاست. نگفته بودم هر صبح باید سر میز صبحانه حاضر باشه؟ ها؟ برو صداش کن. جانم هی بیا دیگه. صبح بخیر. صبح شما بخیر. یعنی چطور قدرت؟ به هیچ کس خبر نمیدیم؟ فقط در بین خانواده ما یک مراسم خرد می باشه و بس. حداقل به دانشگاه خب باید خبر میدادیم. ژاله جان ضرور نیست که این گپ اینقدر کلان بسازیم. نمیخوایم درد خود با کس شریک بسازیم. درست است درست است. دینیز سنم آماده است. میایه جنرال صاحب. خانم رنا در کدام قبرستان دفن میشه؟ وقتی که رفتیم باز خواد دیدیم. خوب میفهمم که میترسی، چون الیف چوب نمی باشه. میترسی که حقیقت به همگی نگویه. من کتت میفهمم جنرال. ما میخوایم همراه یک خبرنگار گپ بزنم در رابطه به معاون مدیر دانشگاه مرکزی استانبول رنا کارای است. اونا دیشب در شفاخانه نظامی استانبول وفات کرده. میخوایم در رابطه به مرگ اونا براتان بگویم. منتظر هستم. ما آمدیم که جنازه رنا کارای ببریم. اینجاست. تاکسی. بریم الیف. دخترها بشینین دیگه. بیادر اونا را تعقیب میکنم، تشویش نکن. کدام مشکل نیست. اگر چیزی گپ شد برات خبر میتونم.
اینا اینجا چی میکنن؟ کی به اینا خبر داده؟ نمیفهمم نمیدونم که اینا رو خواسته. قاتل تو مادر من به قتل رسوندی. حالا با کدام رو اینجا آمدی ها؟ تو هیچ حق نداری که اینجا باشی. برو گم شو از اینجا. حرکت کو فکر میکنی این کارایت فراموش میکنم؟ در تمام زندگی مادرمون را زیاد اذیت کردی. حداقل جسدش خود را حتمان. چی کنیم جنرال صاحب؟ گفتم حرکت کو. کوشش کن همه چیزا به اینا بگویی. بگو کورا با مرگ پدرم تهدید کردی و خارج از کشور روانش کردی. گفته بودی ما مردیم اما من زنده هستم. به همگی بگو که خواهر اصلی با دستای خود به قتل رساندی. گناه مادرم چی بود؟ همین که یک شخص دیندار دوست داشت. تمام تقصیرش همین بود. جواب بده. اگه لازم شد با موتر بزنش حرکت کو. الیف پس شو اثر رو پس شو. بعد از این از ما باید بترسی، چون من اول خداونده و دوم پدر و مادرم از زیاد دوست دارم. اعلام کنید. گفتم مرا رها کنید. چی گپ هست هردم؟ معلومات پیدا کردی از شما را چیزی میفهمی؟ بیادر برات یه خبر بد دارم. یکی از شما را به یک نفر به نام یولماز مربوط میشه. او آدم یک قاتل است. فعلا امنیت در جستجویش است بیادر. اجازه بده لطفاً. هر بار از دست پلیس فرار کرده. تشویش نکو پیداش میکنیم دینیز. بیادر تو خو میفهمی که من از پیش جنرال قدرت دور شدن نمیتونم. همیاره دربارش تحقیق شروع. درست است بیادر، تو تشویش نکن. ما او احمقه پیدا میکنیم. از اینجا پیش رفتن نمیتونیم. چطور رفتن نمیتونیم؟ تو اصلا رای ما پس شو. او مادرم از شما حق ندارین مانع شوین. لطفاً اجازه بدین که اونجا برم و آخرین وظیفه‌ای که در قبال مادرم دارم انجام بدم. با ما امر شده که شما را نزدیک اجازه ندید. ما مسئولیت داریم، لطفاً قبول کنید. اینجا را خب با پول نخریدن. در ضمن اگه به موضوع چادر است خب فعلا اونم چادر پوشیدن نمیبینین؟ سایلا تو نمیفهمی. اونا همراه چادر ما مشکل ندارن، همراه خود ما مشکل دارن. اجازه بدین لطفاً اون مادرم از چرا نمیفهمین. اگه به جای من شما میبودین این کارا نمیکردین. مادر اعلام کنید. گفتم مرا اعلام کنید. مادر جان. جنرال صاحب من رفته این موضوع رو حل میکنم. عساکر حل میکنن. تو می کار زود خلاص کن زود. آرام باشی لیفا باش. میشه مادرم میرم. الیف بیبی اینا رو بیشتر از این خوش نساز. در ضمن مادرتان میخواست تو استوار باشی. پس کوشش کن که گپ او را در زمین نمونی. Onlar yanlış sen değil. دینیز وقت گپ زدن نیست. Gözlerini al yerden. از سینا خسته شدیم. مادر Utanacak مادر جانم. Gözlerini al yerden. اگه تو از او قریه اینجا نمی آمدی زنده می بود. مادرم تو به قتل رساندی. من
در تمام زندگیش او را زیاد اذیت کردی. حالا گناه های خود سر من انداخته، تو نجات پیدا نمی کنی. ای را بفهم که تو قاتل خواهرت هستی. اگه به قسم گپای خود ادامه بیتی بزودی تو رام از بین میبرم. ای جان خداوند به ما دادن و فقط خداوند گرفته میتونه. اگه وقت ما پورا شد باز تو فقط یک وسیله شده میتونی. نمیخوایم به قتلت خدا نامبد بسازم. ناحق قدر تلاش نکو، بازم در هر محکمه ما برنده میشم. تو به می فکر باش، اما خداوند هر لحظه شاهد همه چیز است. بیادر من زیادتر تحمل نمیتونم. اما همیشه از خود میپرسم چرا؟ اقدر ظلم، اقدر در تمامش، فقط به خاطر به دست آوردن رتبه و مقام. جنرال صاحب، تو برو با کارت برس. ما به تو نمیخوایم که تاریخ یک سال گذشته را بگویم، اما ای را بفهم مالکین اصلی ای کشور ما هستیم. اگر ما بخوایم یک شخص را اول به اعدام بعدش به قبر روان میکنم. ای که شما تا هنوزم در این کشور زندگی میکنین از برکت ماست. البته یک دختره که از قریه باشه این سیستم به اینقدر آسانی فهمیدن نمیتونم. میفهمی؟ مام از تو این انتظاره ندارم که برای ما بفهمونی، اما مطمئن باش که یک روز تو مثل مادرم با کفن در زیر خاک خود بودی و دو دنیا ازت زیاد سوال و جواب خواهد شد. متوجه باش که جواب دادن او سوالا برات بسیار مشکل خواهد بود. قدرت کارای استاچو کجا فرار میکنی؟ فرار کرد بیادر، گمش کردم. امر کنین دکتر صاحب. میشه بگوین دوسیه مریض کجا است؟ دیشب به شفاخانه آمد، تازه معلوماتش ثبت کردیم. بفرمایین. این مریض شما عملیات کردین؟ بله دکتر صاحب، حادثه ترافیکی کرده بود. وقتی اینجا آوردنش خونریزی مغزی داشت. خب حال وضعیتش چطور است؟ نسبتا خوب است. نباید اینجا باشه. به منزل بالا انتقالش بدین پیش مریضای دیگه. بچه‌شون دکتر صاحب. یعنی اتحادیه اروپا ایره گفته که دانشگاه ها چی وقت شروع میشن؟ فردا؟ خوب است. پس ما باید آمادگی ها را بگیریم. ما بیازو بزودی با ملاقات آقای محترم میایم. با امید دیدار. خیرت از قدرت، اجازه چی؟ اتحادیه با بچه در پوشا اجازه داده. چی؟ تو چرا در این کار مداخله نکردی؟ یعنی با شنیدن این گپ حتی خوشم شدی؟ ژاله جان، مهم این است که تصمیم اخیر چی است. باید از او تصمیم به نفع خود استفاده کنیم. تو میخوای چی بگویی قدرت؟ میخوایم این را بگویم که این قسم یک فضا برشان آماده میشه که از رفتن به دانشگاه پشیمان خواهد شدن.
بله بفرمایین وکیل صاحب. گفتن خبر چی؟ راست نگن آقا. چی شده؟ کی زنگ زده؟ خداوند شما راضی باشه که به ما خبر دادین. روزتان خوش. سهیلا چی شده؟ بگو دیگه. محکمه که در خارج دایر شده فیصله کردن که همراه ما بی‌انصافی شده، یعنی ما میتونیم در سایه خدا ادامه بدیم. چقدر خوبه، یعنی حالا هیچ مانعی وجود نداره. کاش مادرم زنده می بود. چی شده خانم جالا که در این وقت شب ما را اینجا خواستن؟ دوستا گوش کنین. محکمه حقوق بشر جهانی تصمیم گرفتن که چادر پوشا را به پهنتون متاسفانه اجازه بدن. البته اونا فقط ما را از دور نظارت میکنن و متاسفانه از نزدیک کل چیز دیدن نمیتونن. امروز تصمیمی که گرفته شده تمام تلاش ها، کوشش های ما را، دستاوردهای چندین ساله ما را بر همیشه از بین میبره. خانم جالا پس اونا را داخل نمانین، با نگهبانا بگوین شما خوب مدیر اینجاستن. گوش کنین، فقط با گفتن من این کار حل نمیشه. تمامتان بدون ای که لحظه ای صبر کنین همراهیم کمک کنین. اگنی چندین سال بعد وقتی که دستاوردهای خود از دست بدیم باز طرف اونا دیده میریم و بدون گریه کردن دیگه هیچ کاری کردن نخواد تانستیم. از همین خاطر باید فردا دست به دست هم بتیم مانع داخل شدن چادر پوشا به دانشگاه ما شویم.